من الان به شدت نگران پیامدهای سرنگونی جمهوری اسلامی از نظر تمامیت ایران هستم، برای که هزاران دست منتظر که بیاد و اون وقت در اون شرایط بحرانی همه اتفاق ممکن است بیفته. همینطور نگران‌تر شدم و اولویت من اصلا آمد این شد، حفظ ایران، دیگه هیچ چیز دیگه نیست. اولویت من الان دموکراسی نیست، سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، اول باید ایران حفظ شه. امروز نگرانی چرا؟ من دیدم که یک کوشش منظم، سازمان یافته و بسیار خوب تغذیه شده در جریان برای مفاهیم عوض بشه. دیدم یک گرایش خیلی خطرناکی در حال رشد. دو دست خارجی رو از ترکیه و جمهوری باکو، حکومت‌های محلی در عراق و امریکایی‌ها و اسرائیل متأسفانه، شما اسرائیل همیشه دوست ایران می‌دونستن، دیدم کادر بالا میگیره. بعد هم این موضوعات مثل یک آتشه به سرعت میتونه گسترش پیدا کنه. الان زیر کنترله، ولی به محض اینکه اون کنترل ضعیف شد و اونجایی که من در استراتژی مبارزه با جمهوری اسلامی تجدید نظر کردم. شما منو سرگرم کن. اگر حفظ ایران در پرتو حکومت موجود در ایران باشه و بتونه 50 سال دیگه نام ایران حفظ کرد به عنوان یک کشور، شما من ترجیح میدم ایران به عنوان یک کشور بماند با هر وضعی تا ایران از صفحه روزگار محو بشه.